چگونه مثل کروک ورشکست نشویم؟ این کروکه. کروک بازم ورشکست شده. اما لازم نیست تو اشتباهات اون رو تکرار کنی. درس اول، نداشتن برنامه. کروک یه عالمه صدف به دست آورد، اما به جای نقشه کشیدن چشمش به یه تور ماهیگیری طلایی افتاد که هیچ کاربردی نداشت. چون تور خیلی براق بود، همه ماهی‌ها با دیدن درخشش تور فرار می‌کردن. کروک تمام صدف‌هاشو برای خریدنش خرج کرد. حالا کروک مونده بود و یه تور بی‌مصرف. ولی خب، خوشگل بود. درس دوم، گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در یک سبد. کروک یه ایده تجاری به نظرش رسید. جلبک کوین. ایده خیلی ریسکی بود، ولی اون تمام داراییشو روی همین یه ارز شرط بندی کرد. وقتی ایده شکست خورد، تمام صدف‌هاش هم باهاش نابود شد. پس همه صدفاتو روی یک چیز ریسکی سرمایه‌گذاری نکن. درس سوم، جدی نگرفتن بدهی‌های کوچیک. کروک اول فقط یه صدف برای یه چیز کوچیک قرض گرفت. بعد یکی دیگه. اون با خودش میگفت اینا فقط بدهی‌های کوچیکن و مهم نیستن. ولی اون بدهی‌های کوچیک با گذشت زمان تبدیل به یه هیولای بزرگ شدن. هیولایی که در نهایت تمام دارایی کروک رو بلعید. پس بدهی‌های کوچیک رو قبل از اینکه بزرگ بشن جدی بگیر. لازم نیست اشتباهات کروک رو تکرار کنی. از شکست‌های اون درس بگیر تا آینده مالی خودت رو بسازی. یه تمساح باهوش باش.